بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. اون 4 تا شکری که گفتم و یادتون نره. امام علی علیه السلام فرمودن این 4 تا شکر انجام بدید، منم 4 تا قول به شما میدم. حیفه اینا صبح و شب انجام ندید، حیفه. حالا صبح و شب هم نتونستید صبح انجام بدید یا شب یک شاید حداقل انجام بدید، یه دقیقه هم طول نمیکشه. من میگم یه دور شما بگید از فرمودن کسی که این 4 تا شکر انجام بده من 4 تا قول بهش میدم. 1 برکت زندگیش، 2 عاقبت به خیریش، 3 لحظه مرگش، 4 حشرش تو قیامت. رهاش نمیکنم. حالا میگم بگید بابت این که خدا را قبول داریم و میپرستیم شکرن لله. به خاطر اینکه اهل بیت دوستشون داریم و چشم برای امام زمانی و منتظر امام زمانیم شکرن لله. به دلیل اینکه رزقمون دست خداست و انشالله که گنجش روزی نیستیم و نهنج روزیم شکرن لله. اینکه خدا ستار العیوب عیبامون رو میپوشونه، خوبیامون رو جار میزنه شکرن لله. نعم المولا نعم المولا نعم المولا. خب من یه نکته بگم و یه یا علی بلند بگین. یه نکته بگم وارد بحث بشم. حالا جلسات تذکر دارم امشب، امروز، یعنی امروز که گذشت حدوداً، فردا و فصل فردا حدوداً این 2-3 روز یک صدقه بیشتر بدید، هم برای خودتون هم برای سلامتی امام زمان. اول سلامتی امام زمان بعد خودتون. 2 امشب به خصوص حتما امشب ویژه تو عزاداری ها که میشه حتما برای امنیت کشورمون ذلیل شدن صهیونیست نیت کنید، دعا کنید و آیت الکرسی ها اگر میتونید 12 مرتبه بخونید به نیت کلی کشور، برای کلی شیعیان جهان که دفعی بلا بشه. اگر بالاخره شاید بعضی میخوای شیطنت هایی بکنن، یه زشتی هایی بخوان گسیل بدارن به سمتی این مجموعه، انشالله بیمه باشن. اینو مد نظر داشته باشید. حالا نداشتید 3 مرتبه آیت الکرسی بخونید. ما تخفیفی چند درصد دادیم آقا، 80-70% تخفیف دادیم دیگه. کی پیدا میشه با یه چونه زدن 70% تخفیف بده؟ اینم مد نظر داشته باشید که انشالله خدا کنه خودتونم احتیاط بیشتر کنید. بخود جوونا مظالما اینا شاید میگن رو تب خوده، ولی ما مجبور بودیم، مثلا خیلی با موتور تند اومدیم، ما میشه 90-100 تا اومدیم حدوداً رسیدیم اینجا، ولی خصوصا که موتور سوارن این یکی 2 روز بیشتر احتیاط کنید. بزرگترا میگه بناس کاری مهمی را بندازن، یه اتفاقی بزرگی رقم بزنن، بذارن 3 شنبه دیگه ایشالله. فردا که خب عاشوراست، هم ما کاری جز سینه زنی و عزاداری نداریم. پس فرداش یومینی بعضی‌ها لنگه، مثلا حتی مثلا یه میخواد اساس کشی بکنه خونه، میتونید اگه میشه مغازه افتتاح کنه یه کاری شروع کنه، بذارید ان شاءالله برای 3 شنبه. خب اگر خسته جانی بگو یا علی، اگر ناتوانی بگو یا علی، اگر بی‌نشانی بگو یا علی. البته اینو بدون بگم کلا به صورت کلی یه چیز بهترین روزها برای اینکه مثلا یه کاری شروع کنید، یه کاری رقم بزنید، جالبه جمعه چه تعطیله. خب احساس میکنم خیلی مشتاق یه صلوات دیگه هم بفرستید. خلاصه بحث ما این بود که قبل از ظهور کبرای امام زمان یکی از اتفاقات که میفته تقابل ناحق و باطله. این تقابل ناحق و باطل تو 2 جبهه هست، تمدن شیعی و تمدن صهیونیستی. ما اگر مؤلفای این تمدن رو باش سلوک نکنیم، زندگی نکنیم، ممکنه امام زمان که ظهور کرد چون اتمسفر نگاه تمدنیمون به زندگی تمدن صهیونیستی میشه. ببین از این 2 تا میترای دیگه سومی وجود نداره، یعنی اونم که صهیونیستی نیستن که شیعی نباشن اولا میرن تو کپ صهیونیستی، چون ابزار دارن، تبلیغات دارن، خیلی زمینهای مختلف دارن. و اگر اتمسفر و فضاشو ندونیم خب عملا رکب میخوریم. یعنی باید سلوک کنیم، زندگی کنیم با اون تمدن شیعی، اتمسفر و فضای تمدن شیعی، و دور باشیم از اون جهت تمدنی صهیونیستی. یه سری مؤلفا رو عرض کردیم، یادم نیست چند تاشو گفتیم. آخر ما چه گفتیم؟ سرمایه 2 طرفو گفتیم و حالا بعدیشو بگیم. قوانین و سنن هم قوانین و سنن گفتیم تو تمدن صهیونیستی حساب کتابا رو قوانین
او تمدن شیعه حساب کتابا رو سنت هاست. سنت ها خیلی فراتر از قوانینه. قوانین مثل قانون جاذبه زمین، قانون آیرودینامیک، قانون فلان، قانون بالاخره کافرترین آدم هم میشه این قوانین میتونه استفاده کنه باش هواپیمایی بسازه که هیچ مؤمنی نتونه بزنیدش. درستو؟ ولی خدا با قصه تعاملش با مؤمنین با سنت هاست. علاوه بر قوانین سنت ها هم حاکم داره که بعضی سنت ها رو فکر کنم توضیح دادیم دیگه. قصه سنت ها رو تو یکیش توضیح دادیم ها. چیا؟ چند تاشو گفتیم. حالا دیگه بقیه سنت ها طلب بدون باشه که حالا بمونه برای ما. حالا روح حاکم تو تمدن صهیونیستی روح حاکم چیه؟ تمدن شیعی روح حاکم چیه؟ اون که حیات این تمدن میتونیم بگیم به این بستگی داره. تو تمدن صهیونیستی روح حاکم غفلت و نسیانه. غفلت و نسیانه. برای همینم شما اینه چیزایی که آدم ها رو وارد این فضا میکنه اتمسفر میوه به شدت تبلیغات توش اتفاق میفته. اینجا انسان غافلانه زندگی کنه. مثال میزنم، خدا چرا اینقدر شراب بدش میاد؟ چرا ما در مورد شراب اینقدر تیز و تند روایت داریم؟ چرا حدیث داریم که یه سفره شراب گذاشتن تو سفره نشون کردی؟ نشون کرد مثلا دیدی یه سفره مثلا قلمکاره که گوشش مثلا یه گره خورده، اون گوشش هم مثلا یه کوچولو پاره شده، مثلا سوراخی داره. 30 سال بعد اون سفره رو پهن کردن، سر اون سفره نون و نمک امام حسین رو گذاشتن، 40 لقمه امام حسین رو گذاشتن. میگه مؤمن نیستی اگر نشستی 40 لقمه امام حسین سر اون سفره خوردی. اون سفره دیگه حرمت نداره. اما سر اون سفره بشین. چرا نشستی؟ و جوابمندی خدا رو بدی. چرا اینقدر خدا با شراب مسئله داره؟ ما خونده مسئله نداریم ها. نه که مسئله نداریم فکر کنیم میخوریم ها اینا. خب میگم حرف مالی ما نی. ما حرفی من خیلی هنر کنم آدم خوبی باشم با حرف خدا رو به شما برسونم دیگه. ببینید بعضی گناه ها رو خدا خیلی بد گفته. متاسفانه بعضیش برای ما عادی شده. مثلا ببینید در مورد شراب میگه انما الخمر و بقیهش، حالا کار ندارم، و المیسر و الازناب. میخواستم بگم رجسون من عمل شیطان، میگه اختراع شیطونه. اصلا یه چیزی طراحی شده، این نیست نفسی آدم و اینا خوشش اومد و قلقلی شدم و انگوری یه جا بودی و تخمیر شد و ما نفهمیدیم خوردیم دیدیم کله داغ شد و یه تمسی پیدا کردیم، بعد دیگه وسواس پیدا کردیم و اعتیاد پیدا کردیم، بعدیم به سمت بدمستی و بعد جواب اونم سیامست و بقیه. اصلا اینجور نبوده. میگه رجسون من عمل شیطان، شیطان طراحی کرد. پلیدیه که فقط مالی شیاطینه. فجتنبوه به شدت تعارف توش نیست. ننداز رو بیبین ازدواجی. آقا یه تپیچ طوریه، اشکال داره، حالا عرق طوریه. دیدین؟ ما یه جا گفتیم شراب حرامه، بعد جلسه اون گفت هز آقا عرق طوریه. گفتم میگه سگی نباشه. نه چی جواب بدم آخه؟ رجسون من عمل شیطان. بعضی گناه ها خدا خیلی بد تو میدونش. من تعجب میخوام خیلی دل و جیگر دارم بعضی که انجام میدن. تو رو خدا دیدی یه جمله میگه، جمله چیه؟ حق الله خدا میبخشه، اشتباه تو کتت کرده این حرفا، دورت بگردم، چشتو برم، فدات بشم، عزیزی دلم، نور چشمم. حق الله خدا میبخشه که تا از دنیا نرفتی توبه کنی. این بقیه‌شو بهت نگفتن. ولا تقربون چیزی میگم کلو بشربو رو بهت گفتن. تا گفت کلو بشربو حتی ینفجروا، بخور بیاشم تا بپوک. این چه به تقریبا چرا نماز میخونی؟ گفت قرآن گفته. گفتن قرآن کجا گفته؟ گفته لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة، نماز نخون. بابا بقیه داره و انتم سکارا، مست هستی موقع مستی وای نسا نماز بخون. بابا به خدا دمی اعرابی جاهلیت جرم تو مستی هم حواسشون به نماز بوده. ما بعضی اون مست نیستیم و نماز هم نمیخونیم. دیگه چقدر نوبریم بعضی همون. اعرابی جاهلیت چه مسلمون شالا یا شنیده بودن یا هرچی تازه مسلمون شده بودن، طرف مست بود ولی میگو باید بالاخره حرفی خداست نماز، باید نماز رو بخونیم.
آیه میگه یه تو نصیبا نسی نماز بخونی یا بذار مسجد برطرف بشه. آخه همین هم ما کزش کردیم. به جامعه چرا نماز میخونی؟ میگن 40 روز نفسی عرق خوش 40 روز در خونه خدا خریدار نداره. برای من گفتن نباید 40 روز با خدا حرف بزنی. منم نماز میخونم. تو به خدا نابغه. بعد تندیس درست کنم بزنن دمی لاس وگاس. بله میگن 40 روز نفسی کسی که مشروب میخوره نفسش ملائکه رو اذیت میکنه ولی وظیفه داره نماز واجبش رو بخونه. همین الان مشروب خورده مستیش پریده دیگه. دهنش هم الان نجسه مثلا. دهنش آب بکش وارس نماز رو بخون. خب حالا شو شراب رو ببین خدا اینقدر صف اومده تو میدون شراب. پس بعضی گناه خدا خیلی جدی گرفته برای جامعه ما عادی شده ها. میزی بارم داره یا نه؟ بله میزی بارم داره. باری اولاغ باید بارش کنی. میزی بار چیه؟ برای ما عادی شده. امام علی علیه السلام میگه بترسید از گناهی که عادی شده آدم‌ها انجام میدن بهش افتخار میکنن و خوشگلش هم میکنن. خیلی درچین برش میذارن که وجدان درد نگیرن. سلامتی 3 کسو نمیدونم 3 تنو سلامتی ناموس و وطن و سرباز و ناموس وطن و سلامتی اونایی که نمیدونم از پل مردیت نشدن دل به دریا مردونگی زدن و سلامتی خودم و خودت و سلامتی نم هرچی مادره و سلامتی فلان سلامتی. حالا خیلی میگن. میدونی چرا اینا رو میگن؟ چون میخوان نجسی بخورن. بخواه آدم دیگه آدمیزاد اینقدر باطنش کج نمیره. وقتی میدونه نجسیه باید یه چیز رو پاک بیاره دورش بچینه. دورچینش رو پاک انتخاب کنه. میشه همین کلمات. نه ما عرق میخوریم ولی دوزی نمیکنیم. دوزی میگه من دوزی میکنم ولی تا لب عرق نه اینقدر پس نیستم عرق بخورم. به عرق خوری میرسه میگه من آدم بی خودی نیستم دوزی کنم. میگه با دوزه حرف میزنی من آدم بی خودی نیستم عرق بخورم. میگه یکی دیگه من نه عرق میخوام نه دوزی میکنم ولی فلان کارو میکنم. همه شیطون سر کارت گذاشته. قربونت برم چه شده برم. شیطون سر داداشم شیطون سر کارت گذاشته. هنر عبد باش. من اونی که مولا گفته نه سعی میکنم و یه جا لغزش میکنم و یه جا شیطون سوارم میشه یه جا ببخشید شما نمیگم خدا میگم یه جا خر میشم و ولی اینقدر مرد هستم که مولا بهم گفته تا لغزش کردی بیا بگو غلط کردم. میگم غلط کردم نفهمیدم ز فعل خود پشیمانم. آب ندید بگیر خدای ببخش ما رو. اونی که میگه حق الله خدا میبخشه یادتون نره حق الله یا خدا میبخشه که تا زنده بتونی توبه کنی. 1 2 یه حق اللهیه که از حق الناس هم بالاتره. چیه؟ نماز. آقا چه حسابی میگه آیه قرآن؟ آیه چیه؟ ما سلککم فی سقر. چی شد شما جهنمی شدید؟ 1 لم نکن من المصلین. تمام. بعد لم نکن نطعم المسکین. بعد میگه حقوق کسایی که بعد میدادیم اونایی که از ما طلبکار بودن حق الناس رعایت نکردیم. اول میگه نماز. بسیاری از عرفا من ازشون شنیدم تو کتب دینی هم دیدم حدیث هم دیدم حق الناسی که از حق الله بالاتره یکیش نماز. بقیه حق الله هم که میگه خدا میبخشه به شرطی چی میبخشه بگید توبه تا زنده. امام علی علیه السلام یه حرف گوشه ذهن دیناس فریزش کن بایگانی داشته باش. امام علی علیه السلام میفهمن قسم میخورن به خدا توبه به خدا گناه نکردن از توبه کردن آسون تره و گناه اومد تلمبار میشه. نمیتونی به این راحتی توبه کنی. کسی که تا حالا مواد مصرف نکرده راحت میتونه بگه نه بیا بشین یه بس بزن اهلش نیستم یه دود بگی نه ما این کار نیست. اون که یه بار مصرف کرد خیلی سخته. ببین حدیث چقدر قشنگه که با مصرف کرد بیشتر وسوسه میشه. اونی که یه نخ سیگار کشیده بخواد دیگه نکشه خیلی سخته بشه تا اونی که تا حالا نکشیده. نمیکشم اهلی دود نیستم. گناه هم همینه. و گناه به یه جای کسی که دیگه نمیشه توبه کرد که قلب اینقدر سیاه میشه که مسخره میکنی. ثم کان عاقبة الذین اساءوا کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. گناه چه گناه طلب شو 2 تا آفت به جونت میفته. 1 ان کذبوا بآیات الله آیات خدا رو تکذیب میکنی. برو ببین خیلی از این عرق خورا ببین کم کم به کجا رسیدن. امام حسین اینا که منتظر یه تلنگرن
نمیام همه عرق خورا اینجورند. اول نه عرق خورا حرفه‌ای دارم میگم. عذرخواهی میکنم از عزیزایی که تو این جلسه هستن. جسارت نشه. دو، منتظر یه تلنگا یه شبه برسه زود فتیله پیچش میکنه. اما که پاک زندگی کرده با یه شبه کوچولو که اینجور با شبه گندش هم اینجور زمین نمیخواد، چون یک نوری تو قلبش هست، چون یکی هنو با قلبش حرف میزنه، یکی هنو با قلبش ارتباط داره. خیلی چیزا رو باید یه چیزایی به قلب دلهام بشه. 100 تا دلیل من میارم برای فلان موضوع، خدا پیغمبر، تاش امضاش باید چیزی به قلبت بیفته، یه الهامی به قلبت بشه. میگم کتاب نخون، مطالعه نکن، تفکر نکن. مطالعه و کتاب و تفکر مثل اون تایپیه که تو انجام میدی، بعدی که سیوش نکنی برکرفت تمومه. اون سیوه که زدی ماندگار میشه. اون سیوه میشه اون الهامی که به قلبی تو باید بشه، اون نوری که به قلبت باید بتابه. اون نور چه شکلی میتابه؟ پاک باید زندگی کنی، پاک، نه نجسترین چیزی که خدا میگه نجسیه وردید بیا سعی صحفت بعدم برش دوشین خوشگل بیچینی که عذاب وجدان نگیری. به خدا کس پاک زندگی کنه خدا قلبش سرشار از لطف و عنایت و مرحمت و توجه قرار میده. بابا طاهره شما ببینید یادم اینجوری صاف میاد تو حوض مدرسه علمی امام صادق میده شرط میشه، میاد طلبا دارن بحث میکنن، زمستون بود تو جان نشستن بحث، دید چه بحثای قشنگی میکنن، چه حرفایی میزنن. قید قالبی اونجاست که متصل باشه و اگر منفصل باشه مجمل میشه و منجا ضرر به مطلق میزنن، آنجا که متصل باشه و اگر منفصل باشه ضرر به مجمل نمیزنن. دید هیچیشو نفهمید. شما خودتون نبینه همیشه فهمیدید. تو شما چه عجب حرفایی میزنن، قید قالبی و متصل و منفصل و مجمل و ضرر و فلان و حرفا. و شما این حرفا رو چجوری یاد گرفتین؟ یه طلبه بیمزه مثل من اونجا نشسته بودم و گفت ما میریم شبا نصف شب یخی حوضو میشکنیم میپریم تو حوض، اینا به ما الهام میشه، یاد میگیریم. گفت جدی؟ گفت آره. گفت منم بپرم میشه؟ گفت بله میشه، برو بپر ببیش. ساعت 2 شب طلبات 20 تا پتو خودشون کشیده بودن، 200 تا پتو خودشون قایم کرده بودن، چراغا کشیدن بالا، بخاری زدن بالا، یکی داره شلاب شلوب ریختن بیرون. کنن دیونه پس چی رفتی تو حوض؟ گفت میخواستم این چیزایی که شما بلدید منم یاد بگیرم. حالا یاد گرفتی؟ گفت بله. من بگوینم. گفت به قبرستان گذشت کردم کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش، نه درویش بی کفن در خاک رفته، نه دولتمند برده یک کفن بیش. به قبرستان گذشت کردم صباحی، شنیدم ناله و افغان آهی، شنیدم کله‌ای با خاک میگفت که دنیا حتی نمیارزد به کاهی. خوشا آنان که دائم در نمازن. شروع کرد بخونه. من دم جمع 1 دقیقه اومدی راستی 1 عمر رفتی جلو این قلبه. بچه‌ها قلبادونو نذارید پلم کنه خدا. قلبی که پلم بشه، آدمی که با این قلب داره زندگی میکنه زندگی نمیکنه، مرگی تدریجی یا تجربه میکنه، یه مرگی سخت. اما قلبی که زنده باشه، روپا باشه، سرحال باشه، یه جمع یه شعبه به ذهنت میفته، قلب ردش میکنه میره. نکنه امام حسین بابا چی امام حسین؟ من نمیگم تفکر نکنید، وظیفه دونه بعد همه تفکر بعضی موقع گناه میاد ذهن کثیفش میکنه. میدونی یا اعتقاد داری یا خوندی یا بحثش هم کردی دلیلش هم خوندی، همه اینا رو میدونی، ولی میگی لامصب نمیدونم چیه رفته تو این مخ لعنتی من، همه چیزش هم میدونم ولم نمیکنه، تازه میاد سر روزه به من گیر میده. حالا اینو بعضیش مال وسواس کار نده، ولی بعضیش هم مال اونی که گفتم. ولی اون قلبت آماده است قبراق تا یه دونه از ایریس پرنده خواست بیاد تو آسمونش، پدافن فعاله میزنه اتکش میکنه. آقا ببینیم بابا من امام حسین اینجوری از کس تحویل نگرفتم، حسین چشیدمش، من عشق امام حسین مزه کردم، من گدایی کردم تو بهم دادن. یا من غم عشق حسین از با شیر از مادر گرفتم، بله یه بیسشو به من دادن، ولی من سالها گدایی کردم تا برم بالاتر، خیلی تمنا کردم، ارزون نیومده که ارزون بفروشمش. میشه قلب. بعضی گناه هاست خدا خیلی سفت در موردش حرف زده، نستجیر بالله علی یعوذ بالله.
مثلا یکی از گناه‌ها که متاسفانه تو جامعه عادی شده اسمشو عوض کردن قشنگش کردن. پارتنرمه، خواهیم دیت، چی پارتیه، نه یکم اکسمه. خیلی دیدم یه کلماتی فلان اکس اینا که اینی که قد میگه اکسمه باید بری 100 بار استغفار کنی. یعنی تو امانت داری ناموس نبودی. یعنی تو ناموسی بقیه برای امانت محسوب، برای خودت امانت محسوب نکردی آقای اکسم. یعنی تو خیانت کردی تو امانت که ناموس دیگران بود. یه اکسمه. آیه قرآن چی میگه؟ ولا تقربوا الزنا. میخواستی به من دهنکجی کنی، با یه گناه دهنکجی نکن. برو خونه خدا رو خرابش کن، شخ بزن. ولی با این گناه تو میدونی من نیام. زندان بودم، یه آقای بود خیلی لات بود، گردن کلفت. شنیده بودم وصفشو. هر کم میخواست بگم اونجا گفتم فلانی حاجی بنده. حاجی بند نبود، حاجی کلی زندان بود، کلی بنده بود به تعبیر. ما رفتیم خب یه ارتباطی صحبت رفیق شدیم، یه دوتاشون. من گفتم فلانی که میگن اینه؟ گفتم پس من یه جور دیگه شنید، خیلی سر براز، خیلی تو دسته، خیلی نرمه به تعبیری. گفتم حاجی اینجا اومدی وقت کرکو پریش اینجاشو نبین، ولی همین الان یه جمله گفتن خیلی دوست داشتم. گفتن الان یه سه تو سرشم بزنی برنمیگرده نگات کنه، اما هنوز داره سری سفره اعتبار قبلیشو ترسی که همه قبلا ازش قبلی زندان داشتن هنوز همه ازش میترسن، ولی اگه کسی تو سرش هم بزنه دیگه برنمیگرده نگاه کن. هنوز همه زیر بیلیتی اون شخصیتی بیرونی زندانشن. ولی گفت اینا ببین اینجوری تمامی زندان یه طرف برنده دستشون باشه، با تیزی و با هر چیزی، اون کپوری دشنه درفش نمیدونم قمه قد داره نیمچه تبر گرز تبر زین سیف، همه اینا یه طرف وایسن، این یه طرف وایسه، یه طرف میگه تمامی زندان اینو میدونن، تمامی زندان کس جرئت نمیکنه وارد این قرقا بشه. از زبونی یکیشون یک کلمه بپره بیرون، شوخی یا جدی، حواسم بود و نبود و از زبونم پرید و من عادت دارم و زبونم رو نمیتونم کنترل کنم، این مزا نیست. از زبونش یک کلمه یه چیزی بپره که کوچکترین جسارت به مادرش بشه، احساس کنه یه حرفی بی‌ادبی یا توهین یا جسارتی به مادرش. گفت تمامی زندان مسلح یه بار وایستن، اینجا وایستاده باشه، این کلمه زبونیه که اومد که اون آدمه همه زندان پشت سرشن یه لحظه تردید نمیکنه. یک وحشی میشه که دومی نداره، تا خیرخیره طرفا نجوه ولش نمیکنه، داغونش میکنه، همه بیان بادیگاردش بشن، همه رو میزنه لطو پار میکنه. تا اینا داشت میگم من آیه قرآن میمه تو ذهنم، الا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. گفت به همه اعلام کرده تو گوشم بزنید، ولی با توهین، با حرفی زشت نسبت به ناموسم، به مادرم با من در نیفتید. من دیگه نمیفهمم چیه دیگه، جون و هیچی برام حال مهم نیست. خدا میگه خواستید با من در بیفتی باید در نیفت. این که بهش میگه رابطه نامشروع، بعد اسم قشنگ براش میذاره فلان میکنه، کلی طرح‌هایی میکنه، نقشه میریزه. دختر پاک معصومی که ولی خانواده مذهبیه، پدر مادرش نون حلال بهش دادن، تو اومدی با دایرشتش اعتبار حیاشو کم کردی، توی پیام دادی تو پیوی کم کم اون حج بشیختش. نه تو خیابون همینجور راه میرفت و بچگیش بود و شیطنتش رو شیطونی بازیش. خدا داره اینجوری در موردش حرف میزنه که با این به من دهنکجی انه کان فاحشة و ساء سبیلا. بعد راه انتخاب کردی بعد دهنکجی منو، یه راه دیگه انتخاب کن، فدات بشم دورت بیا با یه جور دیگه، با یه بلدوزه بعد خونه خدا خراب کن. میتونی که یه منجنیق بعد آتش پرتاب کن تو خونه خدا، ولی با این نیا. حالا شما ببینید گناه‌های به این دونه درشتی یا این عادی میشه. حالا یه دونش چرا؟ یه دلیل، یه فضایی ایجاد میکنم. منو ببین، یه فضایی ایجاد میکنم به نام غفلت و نسیان. نسیانی فراموشی، هر چی خدا گفته یادمون میره. محرم تموم شد، از این در رفتیم بیرون دیگه، انگار نه انگار خدا حرف زده، شنیدیم گفتیم
فکر کردیم، تحمل کردیم، تحلیل کردیم، انگار نه انگار، نه خدای هم، نه خانی اومد نه خانی رفت، میشه نسیان. حالا ببین شراب چرا خدا اینقدر بدش میاد؟ چون فضای غفلت تو انسان پرورش زیاد میکنه. تمدن غرب یکی از رکناش مشروبات الکلی، اون تمدن صهیونیستی، خداشون نمیخورن بعضی موقع ولی برای بقیه خوب نسخه میپیچن با جزئیات، برای انواع و اقسام سلیقه. مثلا آدم قوی هستی مثلا ودکا، اون یکم شامپاین، شما نه فعلا نه ودکا نه شامپاین، مثلا اون یکی شام استفاده اومدن جزئی تخصصی ریسک کردن. چرا؟ چون فضا غفلت زیاد بود. اون طرف تمدن شیعه چیه؟ روح حاکم بر تمدن شیعه ذکر و یقظه است، بیداریه، توجهه. گوش بده، روح حاکم توجه و بیداریه، ذکر، مثلا ذکر برام میگن ذکر دیگه، یاده و یقظه، یعنی هی حواسم جمع باشه، خوابم نبره، حواست باشه خوابت نبره، حواست جمع باشه، اینجوریه ذکر خدا و بیدار بودن، یعنی همیشه حواسم جمع باشه ما رفتنیم. گوش بده، ما رفتنیم. بچه‌ها حالا شما ببینید یاد مرگ یکی از مؤلفه‌های اساسی این طرفه. سوال من از شما اینه، خدا وکیلی همین الان که میگم بعضی موقع ما اسممون تمدن شیعیه ولی مؤلفه‌های ذهنیمون شیعی بگید صهیونیستیه، صهیونیست‌ها فوق‌العاده زیادی مرگ بعدشون میاد. یعنی حاج آقاواشون بالا منبر اسم از مرگ بیارن بلاکن. سوال تو جامعه من حتی مذهبی متدینی ما همین روزا به نظر شما دیگه میشه نمودی مرگ حرف زدن؟ من تجربه خودم بگم، روزه بنده را دعوت کردم، من رفتم، حالا اینجا ببین اکثرا نوجوان و جوانم، من همه سنا بالا، خدا چی برای اینا بگم؟ خانواده بگم؟ اینا که دیگه برنامه‌شون دیگه حالا دیگه نوه نتیجه داره. آخه من میگم مثلا به حج خانم بگو عشقم، حالا بگه مثلا بگه به مثلا عشقم، حج خانم سکته میکنه یا مثلا فکر میکنه توهم زده، قلبش میگیره، اصلا کشته میدیم. اون نگفته 50 سال نگفت، چی بهش بگم؟ به اینا چی بگم؟ یا مثلا در مورد موفقیت بگم بازنشسته است، یا در مورد مثلا چشم‌انداز داشته باشید، حرکت کنید. خوابتن تو مسئولیت زده بیرون. من خوبه در مورد مرگ میگم، دمیشم یه قدم جلوتر. شما همین الان من بگم فردادون رو براتون تعریف میکنم صفا میکنه دیگه، گفتم یه قدم جلوتر براشون میگیم حتما حال میکنن حسابی، بعد مثلا لایکا میاد فلان حرف، من فالوورم میشن، پیرزنا پیرمرد. باور نمیشه، فکر کنم یه جلسه یه دو جلسه ما گفتیم، وسط جلسه بودم یه حاج خانم زوبا، حاج آقا عقد از مرگ میگی یا زندگی بگو؟ گفتم زندگی که جچش بیزیدی و علکش هم آویزون کردی دیگه، آخه زندگی یا رستی زندگی کشیدی، آخه یه جوری از دنیا بری که تو اعلامیت بزنن ملک الموت اومد با زور ضرب برده، خیلی کار که زدن به دیار باقی شتاف مسخرت نکنم اون طرف تو دنیا، یه داشتن با شتاف خیلی شتاف. آجا ببین اصلا چرا دلیل این که دوست نداریم، یا همین بعضی آیات قرآن رو نمیشه گفت اصلا در مورد بهشت جهنم، چرا نمیشه گفت؟ همه ما میدونیم میریم میبینیم، از بس فضای زندگیمون غفلته، چون غفلته باید یه سه چیزا فراموش کنیم، جهنم و بهشت حساب کرد اینا باید فراموش کنیم. پس نگو ما میخوام امتحان فضای غفلته فعلا خوش، حالا بعد که رفتیم یه کارش میکنیم دیگه. یعنی خدا میخواد همه ما رو ببره جهنم؟ من نمیدونم. همه میخواد ببره، اونم نمیدونم. ببین تو داری میپیچونی قصه را، میترسی آگاهانه زندگی کنی، میترسی با حقایق مواجه بشی. عذر میخوام اینو میگم، بعضی خودم دارم میگم چی بود شطور مرغ دیگه ها، از دور که یه خطر میبینه کلش میکنه تو برف، چپ. حالا یکم من تو خارج دیدم یه مدل شطور مرغ با چپکا رفته بود اومده از اونها یاد گرفت. چپ حساب ندارم، شما میپرسم زود بگو آقا، من زایه بشم بعد بگی. چپ که میگه آقا تا دشمن رو میده خطر رو میده کلمه کنه تو برف، های رفت. بعد قشنگ اون گرگ رو با هرچه قشنگ میاد بالا سرش خوشگل شکارش میکنه.
مثل ماست، مثل ما. خدا وکیلی من کجا میتونم این روایت رو بگم؟ حتی بین شما. امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه میفهم، میگه اهل دوزخ نجید جایی، این یه کمی فیلم ها هست کنید فردا همین الان کلیپ کنی بذارید تو این استاوا. اهل دوزخ از جهنم میگه درشون میارن ببرن تو تندترین تنور ایران قرار بدن، تو تنور نونپزی قرار بدن، از شدت راحتی یه خوابی راحتی میکنه. یا اینجا نفس کشیدیم. دیدی مثلا بعضی از بندر عباس اینا که میان چقدر هوا دو خوبه میگم بوس پس شدم من. چیش خوبه؟ خب این بنده خدا گرما 60 درجه من 50 درجه تخمق میذاره بیرون، بعد میاد برمیده آب پس شده میخوره. اونا تجربه کرده، میاد اینجا ما همینجوری باد میزنیم خودمون. چرا با هوا اینجا خوبه؟ همه جمع یا آدمی ماجا. بعد ببرم آلاسکا هم میفهمه آب هوا خوب چیه. مدل اینه. قفلت زود ردشم دیگه جلسات تقدیم کنم. ما دوست نداریم خواهیم غافل باشیم و فراموش کنیم. نه حاج آقا در مورد بهشت و جهنم نگی ها. اون حاج آقا یه بود که میگفت جهنم بهشت، میگه داعشیه خدا میخواد یعنی چیکار؟ خدا که داعشی نیچه برای چی فلان. اون خوبه، اون لایک ده، اونو 1 میلیون بعد برن پستاشو لایک کن. چرا؟ چون قافل باش، من کمکت میکنم. من پس برای چی اینجا وایسادم؟ من یه چیزی بگم تو حال کنی، نه یه چیزی بگم که یه تلنگر بهت وارد چه که بیدار شو. امیرالمومنین علیه السلام تو بازاری مسلمی هر روز کارش چی از کارش بود، میرفت قدم میزد تو بلندی وای میساد داد میزد، صدا میزد، میگه آی مردم چه خوابتون نبره ها، مسافری دا، بیدار باشید ها، حساب کتاب هستا، الیام عملون ولا حساب، قدن حسابون ولا عملا. اما هر کار کنی کسی میاد یقه دو بگیره، خدا نمیاد یقه دو بگیره. حالا کسی شاید بدهی به کسی باشه اون خدا نمیاد یقه دو بگیره این کار انجام دادی. فردا فقط حساب هیچ کاری نمیتونی انجام. خدا اجازه بده 1 دقیقه من برم، 1 دقیقه ما 2000 تومن بده کارم برم از دنیا، این 2 تومن بردم یا بدم به این آدمه. نه دیگه عمل نیست، میشه غفلت. حالا شما اهل بیت رو ببین با تراز و معیاری که ما داریم جو در میاد یا نه؟ با تراز و معیاری که ما داریم خیلی عجیبه. نقطه مقابلش تمدن شیعی، روح حاکم ذکر و بیداری، یقظه بیدار بودن، همیشه به خودش تذکر میده. تذکر. نماز برای چی باید بخونیم؟ نمازی دایره المعارفه، حساب کتاب توش هست، خدا توش هست، توسل توش هست، توکل توش هست، همه چی توش هست. یه نانو کلماتولوژیه که این نانو کلماتولوژی مجموعه تمام کتب اعتقادی اخلاقی رو هم جمع کرد، توی دفتین زده. قدیم شما یادتون نمیاد مثلا یه چیزا بود بهش میگفتن فلاپی، فکر کنم ها فلاپی بود یا آره فلاپی، دیده بودی؟ دیسکت بهش میگفتن. دیسکت مثلا 20 کیلوبایت اطلاعات میگه. مثلا میاد میگفتن یه چیزایی اومده، به ما میگفتن یه چیزایی بشر اختراع کرده، 80 تا کتابا میشه توش تحقیق کرد. 80 تا کتاب عقده. بودیم خالی نبا چه تو پرت نگو، 80 تا کتاب تو عقده. بله 80 تا کتاب میذاری تو جیبت، انگار 80 تا کتاب تو جیبت. ما کتاب باز بودیم میگم نمیشکن. حالا یه مموری اومده چند گیگابایت، تمام کتابخونه دنیا رو توش جا بدی بازم جا داره. میگه ما کتابخونه یه دنیا رو وردا بیا. میشه نانو فناوری کوچک سازی. تمام کتابای اخلاقی و اعتقادی خدا نانو کرده، اسمش شده نماز. بخون، نماز ذکره. آجا از کجا بفهمیم فرهنگ قالب تمدنیمون غفلته یا ذکره؟ چقدر برای نماز ارزش قائلی؟ از کجا بفهمیم تمدن شیعه رو داریم دنبالش میدونیم یا تمدن صهیونیستی؟ چقدر برای نماز ارزش قائلی؟ چقدر نماز تو زندگی نقش داره؟ چقدر دلت میتپه برای نماز؟ چقدر لحظه شماری میکنی برای نماز؟ چقدر سرمایه گذاری کردی رو نماز؟ تمام. شب عاشورا امام موسی علیه السلام، شب عاشورا که منو شما میگیم و میشنم، یه کلمه است، یه دنیاست.
اینا یه مدل شیپور میزدن، بهش میگن شیپور رومی. به قول خودمون غربی ها یاد گرفته بودن. یه شیپور خاصی بود. تو اینکه میدمیدن مردای جنگی تن و بدنشون میلرزید. اصلا مال این بود ترس بندازه به دل لشکر. موقع جنگ اینا یه سری شیپور شدن، اینو میدمیدن، یه صدای خیلی وحشتناک ایجاد میشه. یه صدای وحشتناک یعنی دلهره آور بود. اینا از سه تاسوها شروع کردن شیپور زدن. حالا تصور کن، بچه های امام حسین هم که خاندان امام حسین هم کسایی نبودن که جنگ ندیده باشن، که میدونستن این شیپور معمولا لحظه که میخواستن حمله کنن. ببین اون زمانی جنگ بود، این جنگی که اتفاق افتاد، مثلا بعضی بچه کوچولو میگن بابا یه صدایی میاد نزنن، بابا یه صدا پدافند که میمد، بابا نزنن یا موشک نزنن، موشک نخوره. این شیپور مثل صدا پدافنده و هر لحظه منتظر بود اینا حمله کنن. اصلی تاسو حمله کردن، مثل این اصلی حمله کردن. یه نفر جلوشون رو گرفت، دمش کرد. یه نفر. معجزه وقت نیست بخوام بگم. اومد جلو لشکری که گفت تو مولایم اجازه نده، بدون اجازه نمیدم پای یه قدم دیگه جلو بذارید. گفت اجازه رفت از بگیر از امام حسین. امام حسین علیه السلام فرمودن بگو یه امشب مهلت بدن، فردا میجنگیم. برای چی حسین جان؟ اون کسی که اومد جلو لشکری گرفت عباسه، قمر بنی هاشمه. همینجور که لشکر حمله کرده بود، حرکت کرده بود تو جنگ‌ها قدیم، خب اینجوری بود. اسبا چه صفی مقدم بودن حرکت میکردن، تحت هیچ شرایطی وای نمیستادن، چون که وای میستاد اون صف دوم سوم از روی اینا رد میشد، به قول خودم تصادف میشد. میرفتن یه وقتی میگفتن حمله باید میرفتن تا برسن پخشن تو لشکر دشمن. اینا حمله رو گفتن، اومدن داشتن نزدیک میشدن، قمر بنی هاشم رو اسبش وایساند. قیامت قامت و قامت قیامت میکنن این قد و قامت. مؤذن گر ببیند قامتت را به قد قامت بماند تا قیامت. تا عباس علی یا دیدن در جا تمامی لشکر دهنه کشیدن، هم وایسادن، اصلا تکون نخوردن. آقا آمدن گفتم من اجازه نمیدم، من مولایم. این درسته جنگه ولی کیلوی چنی که حسین فدایی داره، عباس فدایی حسینه. من از گرفتن و بگه امشب اجازه بدی. حالا تو چه فضایی اینا در شیپور میدنن، رقیه دلش میلرزه. علی اصغر از خواب میپره بالا. من اینو دیگه ذوقی دارم میگم مثلا باید اینجور باشه. تا اینجا شد روایت داشتم میگفتم، نقل میگفتم، اینجا دیگه حالا یه حرفی قاعدتا اینجور بوده. اما که میگه ترس به دل لشکر مقابل مینداخت، اینم ذوقی نبود، حرفی درستی. حسین جان فدات بشم، تو که میدونی تو این سحر رو کشته میشی، چرا یه شب چی ازت دلبری کرده که امشب تن بچه‌هات بلرزه؟ و خیلی مشتاقیم، امشب وقت گرفتیم برای 4 تا کار. هر 4 تا میشه همین که امشب من امروز نداشتم باش در موردش حرف زدم. نماز، تلاوت قرآن، استغفار، دعا. نماز، تلاوت قرآن، استغفار، دعا، همش اسمش میشه ذکر. دلمون تنگه برای این چیزا. میخوایم تا صبح با خدا مناجات کنیم. جوونا امشب اگر شد یه تایم میشه نماز شب بخونید به عشق یا رب عبدالله. اگه هر وقت نمیخوندی امشب اگه جلسه تمام شد رفته خونی، میدونم خسته یا وضو بگی 2 رکعت 4 رکعت نماز شب بخون. همیشه میخوندی، حالا من دیگه یه حرفی لغوی زدم ببخشید. و برای این 4 تا ما میخوایم زنده یه شب به اضافه بمونه. طوری نیست. آخه تن و بدن زینب میلرزه. امان از دل زینب خیلی داغ دیده. زینب صحنه‌های سنگینی تو عمرش دیده. یه شب دیگه تو اینا درسته دارن جنگ روانی را میندازن. عباس اومد اجازه گرفت، چون نماز تو زندگی ما این میشه روح حاکم. اجازه گرفت یه شب اضافه بمونن. عباس فدایی حسینه. من اینو بگم دیگه تمام. آخه وقتی به دنیا اومد ابوالفضل ام البنین، دلم میخواد امشب یه یادی از ام البنین بکنیم. شب عاشورا حتما برای امام حسین میخونن، ولی واقعا تو چیزایی که خونده میشه جا یاد ام البنین کمه.
چون پسراش همه فدای حسین شدن. عباس به دنیا آمد، قنداقه حسین و قنداقه عباس آورد تو آغوش علی ابن ابی طالب علیه السلام. علی این قنداقه تو آغوش گرفت، ام البنین یه گوشه ایستاد. ببینه این آخه فرزند علی چه فاطمینی، بقیه بچه های فاطمه سلام الله علیها بودن، این فاطمینی ببین چی جو برخورد میکنه. علی این عباس تو آغوش گرفت، چهره نگاه میکرد، این نگاه کرد. ام البنین یه گوشه وایساده، خیلی طولانیش. بعد دید اشک از چشمان علی سرازیر شد، دیده اشک میریزه. امشب شب عاشورا سالی برای عباس هم اشک بریزید. عباس امشب خیلی فشار رو قلبشه. امام حسین دید همه اومدن خداحافظی کنن، عباس نیامد. عباسی که عاشق حسین، چقدر فدایی بود. دید دست علی اکبر قاسم بن الحسن گرفته توی خیمه، داره طرحهای جنگ فردا رو انجام میده، کی اول بره کی بعد بره. تو اول بری کمر حسین میشکنه، تو امانتی پیش حسین. قاسم جان، علی جان، تو جوان حسینی. اینو داره این حرفا زده میشه دیگه. و این معرفت ام البنین. و دید علی شروع که اشک ریختن. خانم فرمودن حاجتتون تو همین بگیرید. و حضرت ام البنین امشب هیچ که دست خالی از اینجا رد نمیکنه. شب برای پسرش میخوای گریه کنه دیگه. گفت آقا جان چی شده؟ طوری شده. حضرت فرمودن یه خبریه، به قول خودمونی شدم میگم ظرفیتش داری بدم یا نه؟ خبر تلخ، خبر سنگینیه. آقا جون بفرمایید، انشالله تحملش دارم. دست راست ابوالفضل از قنداقه در آورد. یه دقیقه یه دست یه بچه یکی دو روزه تازه به دنیا اومده رو تصور کن. آروم این دست آقا از قنداقه، آسیب نبینه، خیلی نازه، چقدر پوستش نازکه، چه رگای قشنگی داره. این دست از قنداقه آورد بیرون، اینجا تو دست گرفت. ام البنین این دست رو میبینید چقدر نورانی و زیباست. این دست عباس برای حسین قطع میشه از بدنش. حالا علی داشت زمینه سازی میکرد کم کم بگه دیگه. حضرت ام البنین همینجور ایستاده بودن گوش میدادن، اشکم از چشمانشون داشت. دست دید تحملش داره، دست چپ ابوالفضل هم از قنداقه در آورد. و این دست هم ببین عباس جان، میشه با اون دستای کودکید اون دست ما رو بگیرید؟ ما بچگی کردیم. این دست چپ عباس هم برای حسین قطع میشه تو حمایت حسین. تا اینو گفتید ام البنین سراسیمه اومد بچه رو گفت بچه رو بده من، عباس رو بده به من. چی شده؟ بده من، بغل من باشه. گرفت بچه رو بغل کرد، سراسیمه رفت به سمت حسین. بچه رو دور سر ابا عبدالله گردون. گفت چیا داری مرحله به من میگی؟ تمام بچه همه وجود عباس فدای حسین تو، همه بچه های من فدای حسین تو، همه اینا پیش مرگ حسین بشن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه با هم السلام